از لبان و از رخیز ماهی تو سبحان مرد میدان دوام دهنده کوی ددجان. من اینجا یک چیز نوشتم که لایق دلهای مای گل نظر شاعر مرد حلال شعر نر. و یک بار دیگر مهمانای عزیز و درگاه دادرکی من خوش آمدید. اگر زیر آباد زیر و بم می داشت همین خیلی علیف و لامن تا جای در کوله ارکین جان نمی آورد، چون که گفتم رودکی ممکن که از پنجرود نبود، از زیر آباد بود، از در بود. اساساً گیریم رودکی هم میگن که قربیتنی این دو گولو من نمیدونم لیکن رودکی اگه همون جای شدگیش نبست هم پنجرود مونت خور آبادو همین ما نبیره های وارثای رودکی جناب عالی بکار با کوچه رودکی کوچه لیلی نه به نام رودکی نماندم، هیکل لیلی نه کنده در جوش رودکی نزدم. اولی کوچه رودکی اصل خوزینستون سر بشه، آخری کوچه باغ رودکی ولو تگران این تمام نمیشه و وقزال میرم. من رودکی 155 کوارتر 4 بخونه در همینجا کلان شدم. پدر و مادرم در همونجا تربیت کردن. جز این دعا نگویم که رودکی گفته است 1000 سال بیزی ارکین جان 100,000 سال بیزی و وقتی ملت ما همین خیلی سردای خانیتی خلق هر روز لذت برد، هر روز شیرینیش توردیش من شنیدم خانه آدم ها آباد شود. کسی که زندگی پسند نکند و از زنش جدا میشدگی باشد سرده ارکین جان و مردی هاش شنیده
گشته زنه چه گفت که نه درد زنه بیو جدا نمیشه. کسی که آچش دوست ندارد سورده این کسی شنیده آچش دوست دارد. خداوند بزرگ بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای بخشنده مهربان به نام پادشاه عصر زمان شیرین حیات منزل برکات بر محمد صلی الله عاقبت بخیر ایمانی و سلامت شایش و آسایش همه ایمان. خداوند همین سال 2015 امروز اینی مادران جناب عالی تبریک کردم. تالار کاخ بابت پوری مادرای زنهای زیبای تاجیکستان بودن. خداوند در بالای سری مادرای و پدرای ملت دولت تاجیکان اول جناب عالی پدر ملت ما صحت سلامت باشد با اهل عائله‌شان و خانه داره فرزنداشون و نمیرهاشون. خداوند کریم خلق ما باز شود دریای زرفشان و دریای سرخاب و خنگا و کافرنیهان همه چای شود. خدا خلق تاجیک درد نبینه ملت آباد شود. انمی آبادی ملت امروز هست از این آبادتر شود. سراینده سرود ملی ما اکوی استاد گلنظر بزرگ ما استاد بزرگ سربلند باشد. خداوند کریم ارکینجان عزیز ما دلدرک ما خدا مرتبه اقبال آبروشون از این بلندتر کنه. خداوند کریم ارواح استاد رودکی استاد ایشانی نقشبخانی تغرل احرامی استاد قطب کرام و لایق و گلنظر و کمال نصرالله و انصاری و عبید رجب و مستان و دیگر ما میده چینه ها مددگار باشد. ای خداوند زمین و آسمان تا به عید مادران سال دیگر 2016 همه ماه صحت سلامت رسان. خداوند همه جای تاجیکستان تویخانه مرادخانه صلح و امانی زندگی باشد. کسی تاجیکستان را دوست دارد خدا در تاجیکستان در آمده راحت کنند. کسی با تاجیکستان چشم بد دارد پاچش دمجد نرسد چشمش کور شود. خداوند مهربان اول و آخر شیرین حیات منزل برکات یک بار دیگر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. الله اکبر.